Yani bu siyasette de ünlü kazanmamalı. Yok mudur? Evet. मुख्तलिफ ज़रूरती और मैं महफूज मानती हूँ लेकिन ज़रूरत जिसमें ना सकते हैं उम्र आपको कोई उन्होंने मसौल क्या है तो ना इसका मुझे देखो तो मेरा रखते हैं कब कोई नहीं जो तो हम उनका से नहीं हो सकते कौन सी नजर को हमें थलाबोत होगा तो जिनकी अपने और दुकान में थलाबोत चलो क्योंकि ना चलता माफूम करूँ मैं जाना चाहूँ खाना बचने का उसमें तो जाना आई मतलब पूर्ण मुझे एग्जाम है पूर्ण मुझे एग्जाम तो कौन मिले पूर्ण मुझे एग्जाम नॉन में चाहिए पूर्ण मुझे एग्जाम की हम ना काम लाइक हम क्यों करना हमारे साथ तनाव करना ويش مخصوص حتى مع الأسف من هذا المرض الموضوعين منتهى فإذا تردد نفسي 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 الكلام نفسي الوحدة نفسي المحمانين نفسي السيدي نفسي المحمانين نفسي الإخوصي إنسان الإشتاك فبسيط كالخمار وليس وانا لغاية جرمي همزة بعيد خبر غریبه که اگه برسه او داره که یه جنگلی مراحل مثلا نمیتونن کنن ولی داره که یه که فرصوی نیستی باید دیگه با هم شده هستید نزد جنگلی اصلا برمید آخری جلبات آموزی کردن فرهنگی جلبات آداب مخصوصه مثلا ما حوال بطبيعين تعطيل من كوني وكان تعطيل وبعدين تعطيل دلوقتي كده عايزين موضوعات يعني لدرجة تعطيلات المحاكم هكذا مخصوصة كذا بوسطة كذا ضغطيات كذا كذا عمل ده عصنا من تفاوت موجود هذه تقدر كان جسمها عقلية مخصوص جسمها عقلية مخصوص قلت يا بيا بابا إذا بعضات بمثالي بود در بعضات بمثالی بود که خیلی تشکر قبلا میخوندم و یک غلام بود که تبسم میکرد و ما خود میگفتیم همه در میان نورمان در گفته غلام چی تبسم داری؟ میگه که خوزه‌ای من یک انباری پولی غلط دارد ما ایدیشن این نمیدیم و میگه که این میگه که اگر خوزه‌ای خودشی که باوری دارد من خوزه‌ای خودم باوری نداشتم برای من هیچ که بدم من سب میکنم به خوزه‌ای باوری کردم به خدا باوری کردن همه غلام نمید و پنجم چیزی که ما و شما رو نگاه یکی ضرورت از منظور نکنیم ضرورت‌های اجتماعی ضرورت اجتماعی چیه؟ و ششم چیزی که ما را مجبور میکند این ضرورت‌های طبیعی یکی خوی یکی فیل یا خرکتر خرکتر نیست خودم نفسش مطمئنم وضعیت بسیار آموزشات نگفتم آداب خوب دارم بیشتر در پول است خرکتر بسیار من فرق میکنه خطیه های صحبت میکنی و هم آداب باشم هم مفهمت کنه هم داریش میکنی هم دستی بسیار هم نیازهای سنگین در کلام دیگه خرکترهای بعد انسان از ناراحتی‌ها ناراحتی‌های دیگر مثلا دوستی نباشه از خراب آموزی جدید نباشه نادان
وجود نداره. دوستی اصلا چیزای تنوع داره. تلاقات هم میگم. ولی خیلی اون زمان میتونه سیستم بیاره. اون زمان خوب باشی میتونه ولی نمیده. خلاص داریم. اون ضرورت چی داریم؟ ضرورت طبیعی داریم. و افهام البته این که این ضرورت معنویه. ضرورت معنوی این البته که در یکی از میزنی‌های اینجا بیشتر نمیشه کرد. مثلا رفت رو خودیم دعوت کنیم. استفاده باشی بکنم ما دیدم که بعدی میخونم. باسیس میخونم. ضرورت معنوی حکمت حکمت گنجشگر مهم است. مهم مسلمان حکمت از این حکمت چیزی رو حکمت است. از دختری میگن طبیب واضح. طبیب واضح نیست که طبیب دوبار میتوند سبب کسال کنه فهمد. نه علامت کسال که باور نیست. این سبب چیست نیست. حکمت همین است. ولی خداوند با همین کاری کرده چی میخواهد؟ حکمت شناس همین است. همون چیزی خدا را میکوبد. و وقتی که این چیزا که شد آدم میگه و عبیدتر حکمت ما میشه حکمت ما البته عرفان. ما نمیتونیم یوگا شویم، ما نمیتونیم پرستیخالو شویم، ما نمیتونیم پرست شویم، ما نمیتونیم برای که برای در خون 9000 پرستات رو اومده. این مادمایی رو دیدن که یکی بچه نه دیگه خیستم در بچه گیریستم مثلا خیستم کنم 1400 سالت گفتی در اون چون خطشون زن کرد در آخر حیاتون رو از بیرونشتن از عقل بیرونشتن یا خطا کنم بودی اصلا نمیدونم چون عرف نکنم چون 5 سال نمیدونم اصلا نچیرم قبضتی هم نه قبضتی برای که برای در اون مجموع بکنم در اون مستخدم آماده بیاد که باینده رفتن بسیاری رفتن تمرین میکنن، کامون میکنن، کسارت میکنن، خودکشی میکنن بیشتر. یعنی حکمت ما عرفان است. عرفان یعنی که عرفان چیست؟ معرفت است. البته معرفت شناختن چیست؟ شناختن خدا. اینکه آمدن مقصد ما ضرورت هایی که ما داریم همین ها هست. و من یکی از ضرورتش شخصا خودم آمدم من با شما داریم این در میدنم چرا خدا شخصا و همین چیز آمدم اینکه اول فکر میکردم که دنیا رو بچه گریستان میشنستم من محصول کردم میتره اون بشه شدم دیباشه شدم دشمنان زیاد شدن ولی وقتی جنگ کفتم میدونی تو دا یکم شدن دیباشه شدن باید جنگ بعد جنگ باید یک باشتر بود برای یک آخران شما یک برای برای بسن و منظور کسی نکشی یک راستی مردن آمانی
میکنم دیگه دیگه اونا رو بزن که دیگه کارما رو نمیدونم میکشم کنیم جوان دیدو که میکنه پولشون رو کارما که میکنه پولشون ما عموما نمیدونم که دیگه کنیم اگر میشه حتی اون همیشه ما خبر نداریم جوان به خودی دیگه ما گفتم که خواندن نکنیم میکشم دارم با اما کارا مادم خواندن نکنیم حالا آمدیم خواندن کردیم بود کردیم جای ناممکن رو نخوندیم که نخوندن زیاد هم ما میتونیم که تعمیم کنیم چی نه مبلغی در کنیم ما بخد تصاوت نمید خیلی جای نگاه نکنیم زیاد خواهی نتعمیم هم نمونش کنیم لیکن ما نبود مبلغی در کنیم یکی سرنده رو کدام من کردم گفتن کنیم میشه برای چه کنیم تو بذارت من کنیم حتی این برمی دارد مده این نفوش شد همین تصویر شد گفتن این جوری نیست پس ما چکو کنم ما چکو کنم گفتم بطور کنم تو امریکا میرم امریکا که نریسم تا خود بود بینون بود مجموعه نمیسی بیاد باید شخص مونده رو مختار تا پاره بزنم اینا که قبول کردیم استفاده‌مون که مدرستان چیز امریکا شما رو دید و شما رو دعوت میکنم من اصلا نمیرم حالا جوری بیاره اصلا برای که قبول کردیم ولی جوری که من ضرورت خوبی دارم ولی جوری میبینم که من چیزی که خواستم راسته دانش جمع کردم من ندارم من آمدم جغرافیایی که من اینجا فرصت جغرافی داشته نمیتونم کسی کنیم که این قدر وزنی که کسی کنیم که شدم یکی مرا دعوت کرد ما هم ببینم ما بکنیم دارم دیگه شغلتم کمای من رفتی باید هم که کسی کنیم که اشتباه متخصصی انا مرا دعوت میکنم بگیم $10,000 من رفت $10,000 که من میگم باشه من میگم نرمانه که آدم رو تفریحان آمدن میگم لیکن چی نمیدونم روز خوبان زیاد میشه خیلی میکنم خوبان زیاد بعد همین ضرورت شده من همین چیز دارم و ایوان رو در گوش کنیم تحصیل کنیم ما باید همین تصوف هم ما عیافیزی ما در الان نمیتونیم که بخونیم تصوف چیز ما همین داره ما آمدیم انا اصلا آمدیم مسئله فیزیکی را آمدیم خیلی مشت کردیم هم مشت بس عادت این حال کردیم ببین مسئله احساس آمدیم مسئله احساس شو کردیم ترس دادم دوست داشتم بخشیدم غضب و خفیدم بکینه بودم این رو تو احساسی ما از چی گذاشتم نه از دلیل کف اونو دارم دیمیمش مسئله عقل چرا ما دیگه نقل کردیم عقل تمام قانونیت های کرد همین هم می آموزن خیلی همین دنیا رو صحبت کردم قانون خطی کار میکنه عقل رو میاد آموزیم که کوشش کردیم که مثلا اگر شما باید چیزی چیزی آزی رو مثلا نشان کرد همین به شما چی بگیم؟ باز میکنی چی بخریدم؟
نیاز این چطور میکنه با مالی کلوغری نگیره از چیزی جایی از کنی ساختر یعنی نه آنان این یکی نظر میکنه که ساختر اینکه این نشان بوده که وقتی که نگاه میکنی از کجا تو در این منظمه داره همین این باید این آینه این باید یعنی معلوم نیست که تو میبینی آدم از این طرف از دامون طرف تا این متوجه کنی و حدیث که خطا نمیکنه مثلا دیدن همه خواهد دیدن همه خواهد ساختارش شیرکت که باشه هم مثلا این بیشون نیست ما این حال که بینید کانونتر رو فهمیدن هیچ شکلت آخر شما خود پشناختن باید میگیره میشود این خودشناسی و خودشناسی یه از چیز همه این عقل خطی میده نشانه که خودتی اشتناز دارد ببینید که هم باید خواهدی بکنه خدا میکنه باید با هم پیدا میشه یک ترس بستمان این ترس خدا دیگر ترس ها اگر این هم باشه کامل ترس ببینید قانونیت ها رو که آموخ اخلاق قانونیت ها رو آموخ حجم عقل خدا میشه حجم حجم خدا میشه لیکن پول کردن شه آدم ها کار کنه این عقل ما را چی پول میکنه الان کنه میشه عقل ما را چی پول میکنه حالا مدام ما این کار دارم آن چی که ما در قدیم ما میشنیم هر روز عقل ما را پول کنه حجمش از خدا اگر یک کارگاه دیگر یکی حجم عقل را وقتی کردن میشه این را ما محفظ و شیره مستجمع نمید این را ما پسانتر باید این عقل بسیار شدید و وقتی وقتی تر این چیز عقلیه آماده میشه مثلا روان در یک آدم کل یک معنی سر روان هست ما از دستش میدونیم کل معنی سر که کل میدونن روانش میدونن روانهای همه مردم با فرهنگ میدن فهمدید فرهنگ چی بود؟ ما در مسئله روان هست که روان دیگر کنیم مثل قلب دیگر کنیم قلب ممکن دیگه دیگه آلیم خوب شدن ممکنه آلیم دیگه دیگه آلیم یکی آدم ندارم اما میکنم آدم ندارم این رو کنیم همه که خوشلو کردگی این جده آدم ها زود بالا اشتباه زود مثلا جوان ها در خوشلوی جوانی پهلوان بهادر این جده ارتیست ها اشتباه ارتیست ها حافظ این جده آلیم ها اشتباه این روان در آدم های مخصوص اشتباه که فرهنگ دیگر تنظیم فرهنگ دیگر همه خلق ما خواسته رفتارهای خودش دارد از دیگر خلقاتون فرق میکنند برای همین ما چی داشتیم؟ سکوت مشت ما کارکرد کردیم مشتی روانی با نام سکوتی کبیر کبیر فامیل من بزرگی خدا روانه اینطور عقل بکش بخورانش تلخ عالی میشن روانه و این امدادن زور کردن نمیشه این امدادی از طرف زور میشه مثلا بزرگترین آلمان رو میدونید عقلش دوره لیکن مثلا این رو دنم
میشه میگفتیم علوم در بین مردم آدم های اشکیده رو چی میگن؟ بوتانیک راستی احساسون میگن درست اون میدونن لیکن جمع کردن چی؟ جمع کردن اشکی رمز اخر اشکی در خورده رمز اخر اما اشکی رمز چشماتون چیه؟ میگن اشکی رمز لیکن اشکی رمز اخر میگه نشنده بشه رمز اخر ولی روان تربیه فقط با محکوم شد مثلا دکتر شدی دکتر مثلا محکوم دارم مثلا 9,000 مراتبه ذکر کن 5,000 مراتبه ذکر کن همین کارو بکن تمام کارو بکن میکردم این چی بود؟ سبابش چی بود؟ سبابش هم چی؟ روانشون چی؟ روانشون دیگر کنن تربیه کنن و انسان همون در محیط نفس خود شدن محیط نفس خود شدن همه معنا رو دارن محیط نفس خود شدن دیگه نکنی گفتیم آماده سکوت هیاد بیرسیم مایله رو یک دفعه میگیرد مایله کار میکنه میگفتیم و در انجام مایله رو کار انداختن اون چی میتونید بگویشی برای اون طرف نره بدار تو بدار مایله رو رایت چی فرمان تو بویمی کارتون یک کار میکنه مثلا مایله رو 100 ساعت میتونه کار یک چیزه 100 ساعت میتونه کار اینی که مایله رو که عادت کنونی به مشکل روانی با سکوت‌های مکن کرده سبب این میشه که معنی گوشت میکنه اما مشکلاتی که انسان در آن هستی نتواز نمیخواهد معنی گوشت میکنه دیگه ما رسکی رفت رسیده چیزی در معنی چیزی در دیگه نیسته برای ما سکوتی که ها دیدن بعد نیاز به سکوت میکنه یکی از این چیزا زمینه که ما معنی را با خود ما میکنیم و در یاد دیگه معنی عدل زندگی دارد نسبت به منی ما و شما معنی کار سکنی رفتی که خواهد که خلون کار سریع که خوش مانند میگوید همون که معنی را نفت خودشون این ایسان موری که نفت خودشون این موری که نفت خودشون بیشتر آدمی این که موری که معنی سرش خودشون خودشون همون که ما گفتیم فقط در ترمینالوژی حال بود اصولا هست مخواهیم روان کاری معنی سره ما فقط بر سکوت میکنیم اگر کسی روان که به دست نگرفته باشد مشکل یکی از بیماری‌های تازه بسیار شده این بیماری خیال آدم‌ها و همین خیال برای دین از نظر کردن ما در مشکل من نمیشه هم کلفته خودش بیماری تخیل و در ما میگن وسترین لابرازین یک نوزه کنید در میتونه اصلا میشن میشن جاست نگوید یه مسئله دیدستم آخه اینه نمیخیر خیلی تو نمیدونی مخصوص نمیدونی نمیدونی وقتی که ما طبیعت دین آموخته دیم طبیعت دین از انتقرات و از معاشه انتقل خواهد و در اعظام من نویسته وقتی که میدونید انسان دیگر میکنه و همچین هم برنامه شده اونا به حیات نمید تو خودت اگر اجازت نکنی و وارد نمیشن اگر کنال شدی میبرن مورد مطور بیارن رنگی همین رادیو را روز کن یک رمال میگیری آدم که از کدام ماجرات پی میگیرن
بسر رمان بخریستن بود رمان بمون رمان بگیاهی رمان بایستگی معناش همین یعنی که شما رایت بمونید معنی اکتون دیگر کرده این چینه سبابیت نکردن کار معمولن کار مطبوع نکردن در معنی یک روزم سیری که روی معنی کار میکنن یک روزم سیری کارشون معنی تبیراه میمونن یک روزم بیاد که معنی احساس کنن میکنن یک روزم بیاد جامعشی که نمیتن یک روزم بیاد نفس رو بکنه میشن مثلا پس ضرورتی که یک دیگری که ما میکنیم میشه این روان ما یک کردیم 28 سال که مفقود کنیم من همون قبل از خود باشنم هم کار به همه خودم میکنم خودم من دارد از خودم خودشم آوزید میشد آنهای مستقباله هم که سکوت کاری پیامبران سکوت کاری دوستای خودم اقوام دوستی خدا به سکوت خدا سکوت چند نمود یعنی داری نماز خوندن داری درس کردن داری صدقه دادن داری مثلا کارهای خوب کردن مثلا معاف کردن در مثلا راکی بودن ذکر کردن بستیان عمر به داری کشیدن داری مزدوار بودن تعلیم دادن یا همه همهای گوناگون عرفان حاکم عادی هم پیش خدا دارد همچون عرفان همچون صوفی در اهل تصوف یا ادب عدالت هم تاجیر هم اگر خیر داده باشد آمور کرده باشد اصلا خیر در خود هم اجدا داده باشد همین هم اهل عرفان کشتر باشد برای کدوم اینا در دارد هر اصلا تصوف نیست پنجم چیزی که برای میکنیم این چیز این شخصیت هست شخصیت آباد میکنیم در شخصیت همه شخصیت مال هست مال بنده مال یکی وظیفه خون شخصیت پول هست اینجوری گفت نیست خون در تنه گردیش نخورد کودک کلام میشود همون کودک کلام میشود به خون هرچه ما مسازش کنیم و هرچه رای در اون قولهای گناهانش کنیم تا گردش خون نباشد میشود تا شخصیت در درونش خونش سود تاب نخورد مال جلال نمیتواند برای من ششم طبیعت این چهار عنصر است چهار عنصر آب هوا آتش خاک انا هفتم این برای ما معنویت بیدار کردن روح بیدار کردن روح بدک آمانی این شما آمدیم تنها را ایلات کردیم مشکل داریم زید تنها را نمیشه ساعتی که کم مشکل دارم نگاه هم بیش کردن نکن هوا مشکل کردن نکن تنها را بخیرم خودم بیش کردن نکن خودت شنان نکن مشکل دادن نکن او خودش کردن نکن شکرانش نکن خواهاندنش نکن تنها این میکن دیگه نمیشه یعنی که تنها کردن میدیاش رو بکنم گوش میکنم بگم احساس نمیشه از این محبت یه بخشی وقتی کینه و ایمان در اینجا نمیشه تو نمیتونی که مثلا بحث کنیم ما نمیتونیم این شهر دیگه باید کردیم که مثلا احساس محبت مطلقا در خدمت کردیم اقل آمدیم داریم دادیم فهمیدیم میشه استادیتی روان سکوت کردیم در خدمت خرید بیانش کردیم آمدیم در شخصیت کارکی نه آمدیم یک سوال بود برشتر چوبته ها تپا من نوشتیم مایده چوبته ها یعنی برشتر هم ندادم مستر همه نشد شخص نشد یعنی که آمد باید میکنم که دوستای خدا بسیارش روشنشین میکنم
تو خیلی تمام روشنشی این سلام نسیده نه نه بیام همه میشنیم روشنشی خب مسئولیت میگیرم میشنیم روشنشی از دو ماه پیش بعد بکنی خیلی نقرم شما آخرین من نمی‌تونم نکنم ما فهمیدم با آرزوها را خوندن نشد ما با آرزوها نرسیم بابرم یعنی با اگر با راه‌های دیگر کسی پول کنی غلام پول میشه بدونی غلام پول تو بلیشه غلام پول کشیدی دیگر خفیف میشه غلام پول شدی فقط زیاد چون میکنی غلام پول شدی فقط کار در همه این دیگر هست لیکن کلید جمعیت چیست تمام دوستای خدا وادی داشتن و وادی هاشون از هفت بود ما اساسی وادی رستم هم میدونیم که هفت خانه رستم هفت خانه اسفندیار هفت وادی اصحاب هفت وادی زنکی غزال اینا همه چی میکردن اینا میگذاشتن این هفت وادی ما آمدن در همین سخت بیم گفتیم که رنگی همه بوشنشی میکنیم خیلی بوشنشی میکنیم که خدا رحمت کنه جوانی مورد تعریف کرد الله یکی چی تو تصور کنید یکی چی شد یکی آمدیم این مسئله رسید من گفتم که 7 سال حیات من در همین صرف کنم که بزرگم میدهم دارم 7 سال حیات من صرف میکنم برای خودم یک کس بروبکر یک کس چشمه پول فهمیدید؟ الان ما برای آمده این ضرورت هست این ضرورت هست بیشتر برای دوستی میدیم بیشتر برای آموزشی میدیم بیشتر برای که خیلی از یک کار کنیم تو بیشتر برای که یک خرکتر خوب یاد بگیری طبیعت چیه اما این که گذاشتم تو تجربه شدم در اون آب و هوا و خاک های آتش های بعد میگذاریم که معنوی پیدا کردن نیست اگر ما خروب یا به روح نبیدار کنم تمام میگو یک شیر بود و ایش بدون میکنه شروع کنم من تفاقی شهید و زنده شد با ایش سفر در جریده عالم دوام این خیلی هرکی زنده شد نگه دلش با ایش هرگیز نمیره اون نمیره دیگر مثل من یک بورمی ایشی خواتر سفر در جریده عالم دوام ایشی خواتر بعد یادامه ای باشه خواه دیگه مرده هم خفا میگه باز کفتم یافتم جواب شد من میگه چی؟ یک استفاده میگه خیلی خواه دیگه مثلا مرده خاموش مانن میگه تو خودت در خواه دیگه آیا مرده شد میگه این هفت چی من میرم میگه آمدیم برای که راه نظر فروکارکنی میکنم ما اگر بدون این مگر میرفتیم تو بیدار میکنیم دیگر رمهای تو رو میدونیم خیلی سخته این شبایی که کار سبیتن در رم سورم اما وقت نارسایی دادن باید تو نرمش ما برای راه رفتیم که درست کار کنم یک سرکشنه کنیم که من شرایط از خود برایالن خود و حضرت نلاغ یک علاق کنم و رفتن دنیا را دیدن برای همین این ضرورت اون نیستی ما آمد و این هفت وادی محمودی کردیم هر کسی بخواهد مرحمت بیاد همراه چی؟ همراه میده شما را آسان در چی؟ آسان در آن که بسیار شما کار کردگیم بسیار شما رفت داختگیم شما پروست قدم دارید این نتورک خوبی چیست؟ پروست کرد است که عمل خوب تو پروست یک با یک قدم میگی 8 قدم بودن 8 پیش دادن 9 قدم میگیرم این کار کردنی که ما را مدین از خود کردن در خونه چیزی دادن در خونه رفتن در جواهرات گناهو کردن در خونه حق پتایی را پروست کردن پروست
درست نیست برا تمام برا بشین گوش کن برا یه روز نشین دو روز نشین یه ماه خالی نداشتیم مشکل بدیم دو ماه فقط چی؟ آموزش فقط آموزش روخی آفیسر فایل کردن یک سوزی دیم شکر کسی نمیده کدوم تنمی کن این پروست باید این چیزی نه دین طرف نمیکنه نه ایشته نه دولت طرف نمیکنه نه پروست میخواهی که یک چیزی سلطان هم در آن نیستی مثلا باید میکنه که چی مشکل دارد میای آموزش میکنی میای آموزش رو خون داری صحبت رو خون بکنم اگر آدم برد رو یک آمد یک دو ما وارد نمیشه من بیرون نمید تو ما وارد نمیشه یک فرزنده ما میارم نابود تو کار میکنم مازده چی میکنم یک رو بکنی نابود میکنم یک رفت معلوم تو پروست است تفکر سیاه میشن که کرونی میگه تفکر دید بسیار میگه بس حالا چی؟ حالا کسی یک دید اگر حالا که دارم بس میکنم پیغمبر میکنه چه ائمت محمدی چه ائمت اسلامی که در مقصد امام وطن اغلبش فقط چرا امام وطن وقتی منظور باشی بشی چرا از اون ما خبر نداشتی تو واقعی نیاز نداشتیم چون من نیاز نداشتم و پاچه هم بستگاه دیگر با آدمان کلان وقت نیازمند میشه که چیزی نمیرسیم درست نمیرسیم وقتی که تجارت داری نیازمند نیست ضرورت رو ببینیم نباشد ما چی بحثت نخل میکنم چیزی میکنم یا آدم جسمی را میبینیم همه که ما خیلی جسمی نخشه بعد 10-15 سال میبینیم کشنه پاولوی بخونم پاولو برون رایزه نیدم یه قوات کرده اکار بیسته دیگه ایچی ندارم باشاش پدش کشته یکی اکوش یادون کس پدش کشته آدمی که دید او دید نداشت این آدم از دید بچه او گیرم خیلی میشه که خدای ندارمی خدا آقا ندارم خدا منطق بسته آدم احساسی هم نداری اینجا دوغن خیلی فلان اینجا 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 پسرسن خواستم یه گوش کن روزی میگه که ای کسی نام بکنش اقام رو میگه ای همه طرف میکنه وقتی که پیغمبر میگه ما چکو میکنم باشم چی میکنم کجا میرم دارم چنی اخوانت برامدن آدم ها رو من دارم پیاده میرم یه کورس میرم پیاده میرم نمیرم دروغ برم خیلی بگرد اون باید کم آدمای عقلی آیسته عقلشون زود قرآن عقل کار میکنن تنفذ عقل زنده تنفذ چی؟ آمد عقل هیچ نمیباید اینکه عقل یک اگر عقل و روان نمیباید دانش و فرخن مبادر نشود عقل خیلی کجا میخواهد این اگر کامپلیت روان داد در دست عقل بیداری بزنید دو در دست عقل با پوشش عقل تفکیش قلبی نمیده خداوند رو پیدا من قلبی نیست قصیدت بده خداوند میگه در دست و در روی بارو میگه اگر من یا رحمان مطالب نیست هیچ وقتی عقل در دان نمونه مثلا فقط جست و عرضی و نیست ریزم که اتفاق برخانده هیچه مجلل مجلل تنظیم تمخیش یعنی که میگفت نخورد اون که اخری خطور نترسونم دید کن نبود یکی دانش رو جمع کرده ایشی خیلی که مشکلی حقیقت اگه میگه حقیقت اگه جمع کرده اخر خود دارم میسیرش میشه میسیرش علاقه میخوانه و دیگر آخری به هر که میده اشتاق شده داشت میده آدمای هستند که بسیار روان شده و کلتور مثلا دیگر دنیا که کلتور نیست
این بهترشون شد یعنی اولی میزنم چاپ کرد اولی شد میگیریم آقا کلی کنیم این راحت میگیریم میگیریم من روشی نکنیم این کتلا آقا خواهی شکل میگیریم راحت میگیریم من باید من باید هم بدون همه یکی از مفرخندترین آدمای رو میدونم که باید کاره دوست من رفیق من آشنا من الزامت من یه از ما رو گفتی در باید دکتر یک هست من میدونم باید بیرون چون یه ما بفهمم به انگلیسی استاد از بنده نیست تو من از بکولی مونده شدم متصور نکنید خیلی سبون هست کسی نامونم نبودستی پرینه کسی پرینه خانه رو ما را گفت بگو که همین جمعه شما که میروزم که من به همه اعضای نویسنده رو فرستم پول بگیرم بخیده ندارمش من میخوام تا در بیستم دارش کردم کوشش نکردم الله خیلی میتونم میتونم دعوی در رفتن کوشش میتونم شب کسی نتواجی کشتن دو رفتار بسینا محبت باور در من کنید شخصیت خودمون شخصیت هم صاحب باید کار کردن وظیفه دارد همین که وظیفه را تمام کنید کمپون میشود بعد چند روز بزنید کسایی تمام بلاتی به طرفی دستش میتونه که حاضر بیاید وقتی وظیفه دارد حاضر پول دارد میتونه بیاید تو کنم میتونه بیاید کسی کنم کار کنم وقتی که وظیفه را بیاید یه در پاکوی نقدی ما بشینم خدا مشکل کنم باید چون میتونه کنم میره فراموش کرد هنوز که فراموش کرد نگوش نکنید افشین چیز میدونم خودش بیایی و میدونم ببینیم این آدم هم باید چکار کنم این آدم هم آماده باید چکار کنم چی بخواهد باید چکار کنم آینده ای خود که وقتی وظیفه می رود دیپرسیایی بعدی دیپرسی پنجم نفقه رو حسادگی نفقه دیدن نشود ممکنه میتونم چرا نمیتونم راستی اگر بیو هر روز کم بیو بشین یک گپ گوش کنی که هر حرکت یک دعوت خیلی نشود تو چی هست به تو جمعیت مردم از کمان باید که تو را هر زمان چطور میتونه بیو سرش خواهد آیسته بسیاری و دم خواهد که سبان میکنه ادارت میکنه همه دوش میکنه ناکچارش میکنه بخیشور جمع میکنه ادارت هم بزرگ میکنه آیسته زندگیش میکنه مشکل میکنه یه چیزی خراکتری دیگه میشه او رو هم دیگر میکنه دیگر ولی معنا ندارد که معنی حیات ما خلاص نمیشه یعنی معنی ندارد که بهتون نمیشه و من حیات کدام گروه نه باید بابا چی داشته باشم کدام نه من خونه دوستم نکن ماشین دوستم نکن زندگی دوستم نکن دو عادی ایلمتن هر روز من دوستم دو عادی ایلمتن و روزم تلفون نه شخصی تلفون نه یا خونه داشته باشی خونه تو باشه یک مشروطه داشته باشی یک مشهد داشته باشی بسید شما که برای هست کنید نیست چی دیگه در کل برای تو دید یکون چی دیگه چی؟ کاشی عادی چیزای عادی همین هم نمیشه این خیلی خوب است
بیدار کردن روح شو به حالی که فکر روح شده باشه بعضی آدم ها عقل بیدار کردن خود علمی زیر کنن در بعضی نمیشن صحبت نمیکنن بعضی احساس بیدار کردن که با محبت شون چقدر از دنیا رو میگیرن با شعور شون با مجتمع شون با سینه شون احساسی کنه روی شباخان عزیزه این دنیا رو دیگه احساس کنه اون آیه هم روشی مطلی هم روشی همه دیگه هم با همون دیگه هست من میتونم پول رو آدم ها رو میگیرم و با چی نگیرم دیگه میتونم که نمیتونم پول چرا یوسف از مهر هندو و عرضی مردم ما بود همون هندی در همون هندوی مردم ما بزرگ بود عرضی وقتی سینه یوسف برامد دیگه دیگه ها مهرشون وقتی سوال خودشون برام بود اینکه پاه نخوری آدمای هستن که آدم شما بیدار کردن کلتور آدمای شخصیت خودشون رو بیدار کردن روی دوران دوران آدمای طبیعت هم بیشترین خرکت اگر آشکار رو میدیدی عاشق میشید عاشقی که از هندویزم توش میبود یکی نظریت خداوندی راه دادنش روح را به جان آورد طبیعت را به جان کرد روح را نمی‌شود برای تو محمد نشناسی روح تمام آورده باید روح که به جان شد خوش آمد خود بگیرد اون آدم رو میکشید تخیل میکنید خیلی کنید خیلی کنید نیست طور کنید برای دفعی نه پس چون نمیخندم زنده با زنده میتونم نکنید چکارش نمیخندم برای او روح بیدار کرد او دیگر روح بود او دیگر تن نبود انا این چیز است که ما ضرورت داریم این کار کنیم و راه دیگر نیست جانسانات همین هم درک شده شو بر حال جوانایی که هست و ایشون باید میباید تفسیر میشه که بایش فرمان داریم فقط من نکنیم نیستیم بس نکنیم آدم های گناهون با میرن انگیش رفتی سیاه میشید با میرخته میشید در آسیاب در آمدی دردی آب میزنه با میرخته میشید تکی داده میشید شما با آدم های گناهون میشینید و باید با شما میتیم احساسات کشن بیا پیش آدم یک صحبت هست کنیم با چی میشید باز دارم اون این چیزی که من با شما این صحبت هست و ما میگذاریم در مسئله سکوت هست خدمت جانتون ما میخواهیم که با سکوت صوتیم روان خدا و خودمان کنیم نماز ما کامل کنیم گروه ما بیدار کنیم سکوت کاری منطقی سکوت یک چیزی هم که من خیلی تصورش میکنم من سکوت میکنم اما همه انرژی همه نوره و دست کسی و ولیدار شده که وجودی انسان میبینم دست خداوند و خداوند رو من بازی دستم ساختم لیکن این معنا نداره خداوند خیلی دست ساختم تشبیه خودش میدونم خودش میدونم لیکن ما حاضر از روی عقل ما میدونیم که مثلا در دنیا دو چیز هست یکی پیوسته و یکی نیسته یکی خونکی و یکی گرمی یکی تاریکی و یکی روشنایی ما همین رو میدونیم که از اندیدوالیزم در دنیا هست همین جایزم شوره که همین خداوند همین روی دست خودش شده لیکن با خدا دارم من همین که برای این با آدم میکنم از خود کوشش کنید که با آدم بشید یعنی که بیادنی یا که بعد ایسته نکنید که من بس خیلی که نوستم شاید برداشت کردن نکنم یکی این کار دارم کار دارم نگید کار دارم نگید حالا که یک کارشی تلیفون ها رو شکر تلیفون ها رو خاموش